دوستان خوش اومدید به دومین ویدیو کانال من. میخوایم امروز براتون بهترین تاکتیک برای دفاع کردن تو اف سی 26 رو توضیح بهتون بدیم. یعنی یه تاکتیک خوب، منطقی که بتونید قشنگ دفاع کنید و این معضل گل خوردن زیاد رو حل کنید تو تیمتون. دوستان نگاه کنید، این که ترکیب خودمه 4-3-3-2. حالا من نکن 4-3-3 همیشه خوب بوده، هست و خواهد، یعنی یه تاکتیک بیس و مشیه، ولی خیلی ها نمیتونن با این حالت بازی کنن. ما واسه شون پیشنهاد این تاکتیک رو داریم. تاکتیک 4-2-1-3 رو میگیم. 4-2-1-3-2 که با دو تا سی دی ام جمع میشه و یه دونه سی ام و یه الماره. خب حالا دوستان شما گلر، یعنی گلرتون رو میذارید، خب سعی کنید که رایت بک و لفت بکتون هنوز نیاز ندید سرعتی باشه. خب اگه تو دفاع مشکل دارید، مثلا الان آرنولد سرعتی نیست، خب ولی دیفندش هم بالا نیست، ولی پاسش بالا، درسته؟ ولی نگاه کنید مثلا کیمیش پاسش بالا نیست، میگم پیسش بالا نیست، پاسش بالاه، دریبلش بالاه، دیفندش هم بالاه، فیزیکش هم حالا جزو عجایب از آرنولد بده. خب حالا من مثلا تیم خودم رو دارم میشینم، خب شما یه چیزی باید بذارید فیزیکش بالا باشه که بتونید باش دفاع کنید. خب مثلا پس شما میان چی رو انتخاب میکنید؟ حالا کیمیش، ولی ما آرنولد. بعد میان برای دفاع، شما مثلا خب میای ببینی گزینه یه دونه باستونیه، یه دونه هانچوه، یه دونه حسنه، یه دونه مثلا فرای. خب شما بیای بر چه اساس تصمیم بگیرید؟ یک، تو دیفند یه دونه پیس مهمه، یه دونه دیفند مهمه، یه دونه فیزیک مهمه. حالا الان شما باستونی اسپیدش 77، خب شما رو دیدین روش کم استایل بندازی اسپیدش میاد بالاتر، از اون رو دیفند و فیزیکش هم تاثیر میذاره. آقا اینترسپتش 88، هدینگش 86، دفش 87، تکلش 90، اسلاید تکلش هم 84. اسلاید تکل کم و بیش زده میشه، حالا بستگی به نوع بازیتون داره، خیلی اگریسیو بازی کنید بیشتر میزنه. بس یه گزینه خیلی مناسب میشه باستون. خب هانچو از اونجایی که فیزیک و دفش بالاه، دف آچربی هم بالاه، خب این هم در نظر بگیرید، ولی پیس 57 دنده عقبه. خب پس هانچو میشه. اینجایی که بهتون میگم کم بندازید فرقش اینه که شما میای کنید اینترست مثبت و فلان مثبت و جامپینگ مثبت 3، یعنی رو همه چی تاثیر میذاره. میای لفت بک، مثلا من روگری رو گرفتم تو فاندیشن پیک. خب هم اتکینگش خوبه، هم اگیلیتی بالانسش خوبه، پا به توپش خوبه، دریبلش خوبه، دیفندش واسه دفاع چپ خوبه، استامیناش بالا، 90 دقیقه که 120 دقیقه بهتون کار میکنه. خب این واسه کسی که دفاعش ضعیفه این بازیکن خوبی نیست. خب این برای کسی که دفاعش ضعیفه بازیکن خوبی نیست. خب یعنی گزینه‌های بهتری هست، حالا من ندارم مجبورم این هستم. سی دی ام، شما باید یک سی دی ام داشته باشید، اولین گزینه. خب مثل تونالی که بتونه واسه تون بازی خراب کن باشه. تونالی نداری، شما منی سنگین بگیر که بتونه بدن بذاره، پا بذاره. خب حالا مثلا گزینه دو تصمیم میگیرم مادیونا که قیمتش هم فضاییه، ما این که میشه نگاه این سی دی هم پیس داره، هم شوت داره، هم ات پوزیشن داره، اتکینگ پوزیشن داره، هم ویژن داره، هم کراس داره، هم
شورت پاس داره، لانگ پاس داره، دریبل داره، بال کنترل داره، ریاکشن داره، بالانس داره، اگیلیتی داره، اینترسپت داره، همه چی داره. استامینا، جامپینگ، استرنج، اگریشن. خب این یک CDM کامله. خب ما میایم آقا الم، بهترین علمی که هم قیمتا و ارزون هم هست 1K. من علم فیکس تیم هم آقا این واقعا وایسا، شما بهتر از این نمیتونی پیدا کنی. آقا CAM شما می چیکار میکنی؟ گزینه داری، هم میتونی اکتیکر بذاری که ما اکتیکر میخوام بذاریم استی، هم فرناندز هم سوبوسلای. 100 سوبوسلای از فرناندز بهتره، ولی فرمینو داریم. من فرمینو ترجیح میدم شخصا، چون ریزه و با این قیمتی که داره قیمتش هم مناسبه. قشنگ میتونی یک به یک قشنگ باش برداری، ولی سوبوسلای درشته نمیتونم چیکار. این ورتم من ایناکی رو دارم، پپه هم دارم. خب ولی ایناکی رو ترجیح میدم به پپه. پپه در صورت برد ویارال بازی با اتلتیکو بیلبائو خیلی قرار باف بشه. خب آقا ما ایناکی رو گذاشتیم، الان می‌نویسیم به استی. آقا استی هم ما آقای اکتیکی که ایوو کردیم CK دادیم و میذاریم، میریم سراغ تاکتیک. خب اولا دوستان این باید بره رو بالانس. آی استی بیقرار، این باید بره رو بالانس، این باید بیاد رو های 70 بشه. پلیر رول از بالا بیان، این باید ادوانس باشه. چرا؟ شخصا هم باید نگاه کن، من ادوانس باشه بهتره. من خودم تارگت بازی میکنم، ولی ادوانس باشه خوش محبت هم میاد. ولی چون فرمین قراره پلی میکر باشه، خب بره و بیاد، یعنی عقبم بیاد، این مجبوریم ادوانس بذاریم، این جای فرمین هم پر کن. خب این آقا قراره اینساید باشه. اینساید چی؟ اینساید بالانس باشه. چرا؟ چون عقبش هم دیگه این آقا هم باید اینساید باشه، بالانس باشه. هم تو محوطه میرن، یعنی شما یعنی یه جورایی تو حمله با 3 تا استی بازی میکنید، یه جورایی وین نه. خب این پلی میکر آقای کیمیچ میشه باکس کرشر چی؟ بالانس. مثلا آقای تونالی میشه چی؟ پلی دیپلاینگ پلی میکر. خب اونم چی؟ بیلد آپش. از این برم دیفندراتون دیفند، فول بکتون هم رو این گزینه این هم رو این. شما با این ترکیب که تو بازی میشه، این یه ترکیب خیلی جمعیه. خب یه ترکیب خیلی جمعیه، یعنی وسط دفاعتون کسی رد نمیشه، کامل میتونید کار در بیارید، یعنی خیلی راحت وینش کنید، اصلا نیاز به کار خاصی هم نداره. چون سعی کنید موقع دفاع کردن با L2، خب L2 نگه دارید وایسی جلوی بازیکن جلوشو پر کنید. این از این. من یه گزینه آخرم بهتون بگم و دیگه خداحافظی کنیم. دوستانی که سخت گل میزنن تو تو شوتینگ، خب برین از اتو شوت و این چیزا بردارید، بذارید رو چی؟ بذارید رو پرسیژن شوتاتونو. خودتون منوال دستی بشوتید، یعنی ایم میکنید نشونه بگیرید سمت اون. خب خیلی راحت تر گل میزنید. خب خیلی راحت تر گل میزنید. سعی کنید تعویضاتون رو تعویضاتون دقت کنید، چی رو تعویض میکنید. خب این بازیکن نیاز به تعویض نداره. این چرا؟ این دقیقه 90 هم یه جا ثابته، خب میتونه براتون توپ در بیاره، ولی من بیام جای این انزو فرناندز در بیارم 100% بدنی که این میذاره نمیتونه انزو بذاره. خب ولی آقا تو بیا، این استامیناش چقدره؟ استامیناش 79. این دقیقه 70 موندش بیرون. این استامیناش چقدره؟ این 87. این تا آخر بازی میدوه. این آقا 88. اینو میدوام برات. این چنده؟ 90. این 90 دقیقه برات میدوه. بعد دوستان الان سانتر بافه. خب شما یه گزینه داری مثلا مثل لواندوسکی یا خانم کاتوتو، خب خیلی قشنگ میشه. آقا بیا چیکار کنیم؟
مثلا شما میای این کار، خب این کارو میکنی، اینه شما اینو از فول بک در میاری، این حرکت رو میزنی. اون به ایده خودتون تو بازی ربط داره. شما میای پلی رو چیکار میکنی؟ اتکینگ وینگ بک میکنی. تو هم میتونی ساپورت کنی که برگرده بیاد، ولی نها کنی هم تو استامینا کم میاره هم تو دیفنس. دوستان زده واسهتون واضح دیگه. ولی میتونید بیاین پرک پاس سانتر داره، پلی استایل سانتر داره، یعنی هر سانترش اینا ویپت پس داره، یعنی هر سانترش یه گله براتون اگه مهاجم قد بودن داشته باشه. البته اینم فاکتور بگیریم و یکی دیگه هدینگش به نسبت چیزای پایینش و جامپینگش به خاطر جامپ هدینگ 77 فاکتور بگیرید، جامپینگ 85ش هدینگ 77 کلا میشه رو میبره. خب ما یه هانتر انداختیم روش، حالا الان کمش اگه 3 باشه، خب من آخرین چیزم بهتون نشون بدم این تکلیف خودمون. این کم اگه 3 باشه نها کنی اسپرسو 87 باشه 6 تا مثبت، فینیش 3 تا مثبت، شوت 3 تا مثبت، والی 9 تا مثبت. ات پوزیشن اتکینگ پوزیشن خیلی مهمه، جایگیری بازیکن، یعنی بازیکن خودش بهترین جایگیری رو میکنه گل بزنه براتون. ریاکشن 85، بال کنترل 88، دریبل 87، مثلا یعنی فوق العاده. خب از این ور پپه اسپرینت 89 مثبت 6، فینیش 79 مثبت 3، اگیلیتی بالا ولی بالانس نداره. خب بالانس خیلی بهتر بود، ریاکشنش پایینه ولی کارت خوبیه. این همه ایناش اینایی که میبینی کمتره فقط به یه وین ویارال تو بازی بستگی داره. این ترکیب منه مثلا تو تیم خودم. دوستان مرسی که تا آخر این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم که این آموزش به کارتون اومده باشه. لطفا چنل من حمایت کنید، ساب کنید، کامنت بذارید، سوالی دارید تو کامنت ها بپرسید. مرسی که هستید، دوستتون دارم.